زن مادر بنیادگذار حیات انسانی، چشمه جوشان مهر و وفا و پیوندگر محبت می باشد. در روند اجرای رسالت آفرندگی و تحمل پذیری، زن مسئولیت مهم مادری، عائله‌داری و احترام گذاشتن به استواری آن، تربیت درست فرزند، ارجگذاری آیین‌ها و هنرهای ملی را در مسیر تاریخ هستی خویش می‌داند. زنی شجاع و هنرمند تاجیک در روند شیب و فراز تاریخ با دست معجزه آفر و مهر آفرش پهلو به پهلو برابر مردان مقابل بدبینان فرهنگ و هنر ملت تاجیک ایستادگی کرده، میراث فرهنگ قدیمی را به نسل امروزه باقی گذاشته است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان در مجلسی که بخشیده به روز مادران شده گذشت چنین قید کرده بودند: نقش زنان در جمعیت رول کلان را می‌بازد. زنان در جمعیت ما آموزگار، تربیتگر، دکتر، مهندس و غیره. بغیر از این آنها در خانه رول مادر را می‌بازند. مادران در تربیت فرزندان خود خاصه دختران بسیار اهمیت کلان می‌دهند. ما که تاریخ 5500 ساله داریم، فرهنگ تاجیکانه لباس ملی داریم. من گفتنی بودم که بگذار دختران ما، عروسان ما بیشتر به لباس‌های ملی دقت مخصوص دهند. امروز عروسان با لباس‌های تقلید به مملکت دیگر خاصتا به ازبکستان کرده، با لباس‌هایی که به نام انسمبل است در خانه خوشدامان و پدر عروس با همین لباس‌ها می‌گردند و بعد تلبون‌ها می‌روند. پس از آن که آنها با 4-5 تلبون رفتند، این لباس‌هایی که با نرخ گران گرفته بودند پدر و مادران آنها، اینها نالازم می‌شود و آنها مجبور می‌شوند که آنها را به نرخ ارزان فروشند. بیشتر به خانه عروسان می‌رفتید، یک طرف خانه را کرته اطلس می‌گرفت و ما حتی می‌گفتیم چند تا اطلس کرده است. امروز ما فقط دختران و عروسان را با لباس‌های بیگانه می‌بینیم و وقتی که آنها به شوهر می‌برند، کرته‌های عروسی حاضر به مد درآمده است، فقط در سالن‌ها با نرخ گران می‌خرند. مادرها شکایت می‌کنند ولی دخترها تنها همین را طلب میکنند. خوب میشد که وای آن کرته‌هایی که آنها پوشیدنی میشوند الکی 8-10 کس پوشیدگی، ممکن که یک تای همونا یگان خیلی کسلی پوست داشته باشند و خوب میشد که آنها بهترش با لباس ملی اطلس با زکس می رفتن و شب توی میستن، یا اینکه با لباس همون متای سفید خوشروی رو گرفته موافق قد و بست خود می دوزاندن، چون که پس از توی شدنشون آنها می توانند که در دیگر محفل با یک تا کاستیوم پیشتر روند. فکر من همین پیشنهاد من که همین است. در قانون مسئولیت پدر و مادران عاید تربیت فرزندان بود که بسیار آموزگاران کوشش میکنند و آنها همه وقت شده در نزد آموزگاران 8 ساعت میستند، باقی مانده در نزد پدر و مادر میستند. پدر و مادران حاضر همه خواهش‌های دختران را اجرا میکنند، چی که آنها میخوان همون را خریده میتیند و خوب میشد که آنها به جای تعصب به دیگران کردن آداب و اسلوب یاد میگرفتند. گرچه گل در نازکی مشهور در بحر و بر است، خاطری شرم و حیا از برگ گل نازک‌تر است. خوب میشد که ما به دختران شرم و حیا و آداب و رفتار و مدنیت را می آموزاندیم و آنها را برای به حیات مستقلانه برآمدنشان ما مادران تیار کنیم. سالهایی که ما عروس شده به شوهر برآمدیم، با ما کرته اطلس، سری توقی و رومال گریبیشینی سفید بود. همون پرتوت زکس می رفتیم. این خیلی توی دبدبه نبود، خیلی توی خاکسارانه بود. من فکر میکنم همون سالا برامدگاه بسیار خوشبختند. این حاضره جوانو بیشتر با لباس با چیز با میشن، بین زن و شوهر مناقشه پیدا میشود. من حاضر لباس های قیمت باز از این اشیاءهای بیشتر قیمت طلب میکنن. وقتی که از خانه دختر به خانه پسر میبل میگن اشیاءهای نبردن، بین آنها ناراضگی میشود، گپ میشود. همین چیزای مایده باعث جداشوی بسیار میشود، چون که همه حس کرده است که مقدار بسیار جداشوی در تاجیکستان خاصتا بسیار شده ایستاده است. نیروی توانای زنان در احیا و تکامل، پاس داشتن تمدن و فرهنگ ملی و تولید میراث گرانبهای گذشتگانمان نقش اساسی داشته
زنان در همان مرحله ها انعکاسگری فرهنگ و آیین خویش بوده در میراث گذاشتن آن سهم بی‌نظیر دارند. لباس و زبان معرفگری ملت و دولت بوده، ارج گذاشتن به هستی آن می باشد. غرور و ناموس زن تاجیک در نبرد گردش فلک با احساس بلند افتخار ملی پیوسته مظفریت ها را هم قدمش گردانید. مادر تاجیک چون امانتگزار فرهنگ و زبان، ارج گذارنده عرف و آیین ها و پاسدارنده تمدن و عنعنه های تاجیکی، شبهای دراز در نزد پیلتچراغ با هزاران آرزوهای مادرانه برای فرزند خیش کرته اطلس و چکن می دوخت و با آرایش دنیای مهر مادری در آن نقش می گذاشت. او پیروی به گذشته خیش و امانتگزاری به آیندگان نموده، با پیراهن تاجیکی آیین و فرهنگ تاجیکی را تا به امروز پای برجا گذاشته معرفگری عالمیان گردانید. امروز جامعه ما را یک چیز به تشویش آورده است که زندگانی خوب داریم، نان و آش بی‌ملال در خاندان ها، بازیافتمان خوب است، لیکن برای چی ما زیاده روی میکنیم و شوهر دادن دخترانمان و یا کلین کردنمان به اسرافکاری راه میدهیم. وقتی که در جوانی ما را به شوهر میدادن، در زمان ما سالهای 69 به ما 4 کرپه و 4 کرپچه و 6 لباس یا 7 لباس میدادن. ما زندگی را از همین خیلی سر کرده بودیم. اکنون در زمان حاضره بینید با جهازهای بسیار به خانه شوهر می روند، لیکن کلین ها به گفت کمپیران از دستشان هیچ کار نمی آید. در تنور نان پختن نمی توانند، در آشتان خوراک پختن نمی توانند. وقتی که ما جوان بودیم و به شوهر برآمدیم، به ما مادرانمان یاد می دادند که اگر به خانه شوهر روی باید که تو دندان آهنی داشته باشی که خوراک خانه شوهر را خوری. ما خودمون یاد گرفته در آشتان آش می پختیم، در تنور نان می پختیم. بعضا می شد که نان ها می افتیدند. همین خیلی با از حق و همسایه ها، از خیش و تبارها، از مادران و خاله هایمان مصلحت پرسیده زندگی ما رو پیش می بردیم. امروز باشد فرزندان ما به همدیگر نگاه کرده تعصب میکنند. دختران ما لباس های زیاد طلب میکنند، بسیار لباس میدوزانند، لباس های اروپایی میپوشند. کجا شد جیک های پنجکینتی، کجا شد سرتور های به معنی که دختران در دست خودشان میدوختند، کجا شد پک هایی که به موهای درازشان میده بافی کرده می آویختند. یک دو پک می آویختند که کلینچک به سری توپی به خانه مادرش به طالبان می آمد. همه با هوس نگاه می کردند. همه اینها از بین رفته ایستاده است. به ما لازم میاد مادران، خواهران، همه این را از نو احیا نماییم، تقلید کاری نکنیم. کرته های سفیدی که در روی توی عروسان میپوشند با قیمت، پولهای قیمت استفاده میبرند و کرته را یک خودی آنها نه چند دیگر پوشیده که ما مادران نمیخواهیم که فرزندان ما همین خیلی تقلید کاری کنند. ما طرفدار نیستیم به توی هایی که بالا خانه دار میکنن و قرضدار میشون و امروز فرزندان ما به روسیه رفته کار کرده پول قرض تویشان را میدهند، یا که تا پول کار نکنند به خانه یگان کس خواستگاه فرستانده نمیتوانند. همه این را از بین می‌برند در کار. با بالای این آداب دختران ما کاسته شده است. از کوچه میگذری دخترها سلام را نمیگویند، خردسالان به کلانسالان سلام نمیگویند. در جاهای که زیر آدم با خنده و شوخی و با آواز بلند با یکدیگر معاشرت میکنند. مادران را باید که دخترهایشان آدابی معاشرت، آدابی در کوچه گشتن، همه این را باید که آدابی این را از مادر یاد گیرند.
من میخواستم پنجکینت باستانی رو با دخترانی با اودا با کلین هایی که در دور پیش با اطلس پیش میپوشیدن و فرنگ میپوشیدن، رمال های با زیب میبستن، همین خیلی دیدن رو میخواهم. پیداست که لباس ملی بازگوی کننده عنعنه های ملی و فرهنگ ملی می باشد. مادر با شب زنده‌داری ها بهر عروسی دخترش کرته های دستدوزی خیش را با رویمال های شال و زرگرانی آماده نموده پیوسته تاکید به گرامی داشتی آیین ها می کرد. لباس انسان معرفگر جنس او می باشد. پوشیدن لباس پاکیزه و آراسته و با ترتیب نظام فکری و ذوق سالم داشتن انسان را افاده می کند. زیرا کسی که از پریشانی و آشفتگی دور بود به شکل پوشش خود اهمیت می دهد. البته این لباس ملی ما بسیار لباس زیبا هست. این ازبک و تاجیک قریب یک خیلی لباس می پوشند، این بسیار زیبا هست. من پرزیدنت محترم در برآمدشان گفتن که لباس زیبا خیلی تاجیکی زیبا. ما این را پرتافته توجه میکنیم به لباس های خارجی. بسیار زن ها همه کوچه برای دیگه البته سطر بستگی در سر کرته و لباس های خارجی همون که میگردن. و وقتی که شما لباس های خارجی میپوشید سطر بسته چیکار میکنید؟ بالای این موخو سردادگی، موخو پریشان در زندگی موخوشون بسته یک اوبا خود نمیکنن. دورنی آخوت و مو میده رو لیچنگی گینه یا که ناخونوشونه کلام میکنه، ناخونه ساخته میکنه، همون ناخونو که آخوت میپزن خوشتومانو پدرش میخورد، همسرش میخوره یا خود زندگی بمیره. اینو همش تازه نیست از مدیسینه. ما همه وقت همه یک دست برای خوشتن آخوت کردن، دست به حضور سموشی کرد تازه کرده، بعد یک کارتون میبینی. علیه که من این جوانان حاضره و نیبت همین سر دادنی مو پیشتر چه خیلی نقص بود. هم از و جوانان خوشن مایده میبافیدن یا پخته میکردن یا وای میکردن، یک زیب زینت داشت. حاضر کیا نبینید آخه کلینچک نه خود میشه سر داده دسترش همون توجه مونده کرده و همون یک کوچه برامدن پدرویس مادرویس گفت که نه بچه این خیلی نکومنین ترویت کوچه با خیلی وقتی که طلبک میشد این خیلی هر یک من همین دوری خودی موناکو سویتی با هر یک لباس پوشی وقت داشت. کدام وقت چه پوشیدن در کار یعنی کاری تماما دیگر بود. باز من کوچه اگر میگشت اگر میگفتن که ها این دکتر گشت است، این معلمه گشت است، این کارگر گشت است، همه از روی لباسش فرق میکرد. چون میپوشید که همون دوره شما بود. همون وقتا به یوپی کفته میپوشیدیم، لیکن ای بشکت میپوشیدیم. و موهای مایده میکردیم یا که و میکردیم دوتا میکردیم. انا کن برآمده است موی سردودگی و دکوچی هم در همین احوال، در خونه هم بچه هم همین احوال. آخه همون یختی که خودشون سرشته کنن کوچه میگردن شما میشینید در شما میرسد و نگیگی نیست نوای موها برای اینکه کوچه میشین شما میرسد این به میرسد همه خیلی لیکن لباسهای و میپوشیم میبره پای میپوشیم لیکن و به همون و چهر که کارگرا میپوشن هم قریب یک خیلی میپوشید. امروز ها لباس پوشی همین خیلی شده است که فرق کردن نمیتونید برای اینکه یافتین لباس گفتم که شما کرتی دراز دستراشون و سطر دستراشون سطر یا اینکه رومال کلاهانا بسته میگردن که آدم نمیشناسه که فکی بسیارش راسته که بگم همین لباس پوشید. دخترچه ها کلینچک ها خانه میشینن میبینه کرتی دراز دستراشون رومال مرکب میبینده صدر بستگی راسته که بگم من به اون خطر معقول نیست. یا که من این ناخونه دراز که میگردن آخوت و چیزا با همش به دست میزنن. اگر فرزند از خانه تربیت کردن پدر و مادر تربیت کردنش در کار برای همین فرزند باید که وقتی که شما اویله داری به باید تیار میکنید باید اونا پخت و پس دونن شش تا خیز دونن لباس پوشی دونن بعد برآوردن در کن. این ما نه این یک ارکبوت دو روز وای میشه اویله دار میشه دو روز جنگجو ها خواهیتون همین نخواهیتون این ارکبوت این وقت اویله ها ویرون میشه از پوشش همین لباس پوشی شش تا خیز ویرون میشه. لباس یک شاخه فرهنگ ملی بوده. فرهنگ عبارت از کل بینش و نگریش است که جامعه نسبت به جهان دارد. این بینش و نگریش همان معنای را فرا میگیرد که جامعه برای هستی انسان قائل است
و همه ارزش و روش‌های فرد و جمعیت را در بر دارد. به عباره دیگر فرهنگ یک قوم در وجود مختلف زندگی آن است، از قبیل صنعت، اقتصاد، اداره کنی، شهرسازی و معماری و هنر. من اساسگذاری صلح و وحدتمو با ما غمخوار هستم. من مجلسایی که گذراندوسیم ما با چشممو دیدیم، با گوشمو شنیدیم. برای همین تنظیم و اویدها بسیار سخنهای نغز گفته گذاشتم. برای چی همین ما تنظیم رو اجرا نمی کنیم؟ ما سر و لباس ها ما دیگر کردگی. من همین اطلس و چکن و به قسم و همین چیزا از اول بود. حاضر میبینید دیگر خیلی چیزها میپوشن یا کلینچکو من چیزای قیمت میگیرن، مجبور میکنن پدر و مادرشونه همون یک بار میپوشن، نمی در صندوق می ایستد. من دخترها حاضر بسیار ارکه شدگی، پدر و مادرشون گپاشون نمیگیرن. پدر و مادر مجبور میکنن وقتی که اویله به میبرون میگن که من به میبل گرید، من به این چیزا گرید و این چیزا گرید، خیلی گلیمای قیمت گرید. همین اثر تا این پلیسوس و تلویزور رو ما دامات خودی که به نرخ گرانی میخریم و همین چیزا خیالم که مجبوری نیست. هم ما وقتی که ما توی شده بودیم 4 تا 5 تا کرته بود و همون هم کرتهایی که اطلس بود، شایگلو بود، به قسم بود، بعد چوکای دستدوزی بود، همونه ما دوخته و بر میکردیم. رمالوی شلشلی شال سرامو به قلپاق پوشیده همونه میپرفتیم. حالی همون رسمای من تا حاضر هست. همون رسمو هر چی وقت گرفته تماشا میکنم. حاضر یک کرته های میگیرن در 6000 7000 قیمت. میبینیم ابانگو پول میگیرن، مجبور میشون بیچاره که ابانگو پول گیرن و برای ما پریزیدنت ما غمخوری کردیم. همین گپای گفته گذاشته سین چی با نمیکنیم همین کارویا، چی با که مجبور نمیکنیم یگان کسی که همه خیلی نکن، همین تنظیم بر رعایت کن که همین گپا شده ایستاده است. من روزی 15 هم مجلس کردن حکیمامو کوه فرهنگ بسیار سخنای نغز گفته گذاشتن که من پیش ما مکتب میرفتیم، راست مکتب راست به خانه بودیم. حاضر دخترها کوچه‌گردی بسیار میکنن، به بازارها میرن و برشینی میکنن. یگان پدر و مادر اهمیت نمیتید به فرزندشون، یا که پسر بچه ها شبگردی میکنن تا 12 یک شب میبینه در کوچه ها گشتین. مثال تا که که اینو ملیسه آگاهی تید و یک وای کند خیلی اگر گوش کنن. اگر من بعد دخترای میپرسه سوال میتید، من توی میشون 10 روز 15 روز زندگی میکنم نمی الکی میبینید که جنگ شده است یا تنشنوی شده است که یا تو چیز نآوردی یا چیز بسیار نآوری گفته. اینجا خوشتامنو به هم وابسته هست برای همین کلینوی سر و برش بزدن به خیلی خوزی بینید روز بر روز چیزای نو برامده استاده است. چیزای میکنه یک بار میپوشن تگی صندوق خو میرود آخی با دیلوشو میکشد که دیگر چیزا گیرن. همین یک تا تنظیم به در آورن در کار، یک تا مراجعت کردن در کار. من محله به محله وقتی که توی میشد وای میشد نگاه کردن در کار، یگان به پرواگی کردن در کار نه. بسیار طلبه های مکتب حاضر شبگردی میکنن. گوجو برو به میبینید و یا به میبینید که همونها هستند. من میگم چه خیلی مون وقتی که کلان شدیم این خیلی کار و رفتاره ندیدیم. ما اقلا راه بازار نمیدونستیم. حاضر بینید فرزندو همه جا میرون مستقل، اگر علاجش باشد که سمرقند هم رفته میبیانده خودشون. این خیلی کرن، این خیلی موندن در کار نه فرزندویا کمک داشتن در کار. بعد اینو کیا گوش میکنن؟ نه معلمای گوش میکنن، نه پدر و مادر گوش میکنن. همه خیلی رفتار کتی رفته میگیرن. آخه پدر و مادر بیچاره هم من فرزندای مهم در مسکو کار کردن. بیچاره
یک سو مییوان که همینو خا یک توی کنیم معرکه کنیم اینجا میبیون این به حد و یا کارهای زیادتی دیگه اکنون بینید همین یک توی میکنید نمیرسونید همین چیزی که مردک تید همون نمیرسونید آخه این سال ای باشکتی یا که آدمایی که میبینید نمیشناسید که و یا کی همین یک تا خبر میکنید میبینید که عقفای و یا 40 تا به خبر آمدگی آخه سال که تنظیم بیام روی کردن در کردیا من یاشو مستقل شوم من همون پولایی که زیادتی دارن همون فرزنداشون با یک تک خونه گیرن مستقل کنن همونویا زندگی همونویا نقص کنن این چیزی این میبلو این داماد خوب رود یا خیلی کلینچکا میگفتین که این نه مادر رو پدری من گرفته دادگی بعد جنجال از چی سر میشد همین کارو گپ سر میشد جدا شوی از همین سر میشد آخی این پیش روی همین کاره گرفتن در کار در وقتی ما این خیلی گپ و کار نبود 4 تا لوله 4 تا کرپچه 4 تا کرپه بود ما 6 تا 7 کرتکتی به خانه شوهرمون رفتگی یا گلیم نبردیم یا یگون چیزی من خدا به شکر همیشه کریم همیشه دیدیم حاضر همیشه کروسیم با قوتی فرزندامو اینو هم برو آینده هم خیلی میبینه حاضر 4 اشکالی دختر بود میکنید بعد میگوید که انات من توی میشم نیکی نمیشم اما چی با ما اونجا میریم تنه میشنویم خوشتومنو گپ میزند این خیل من شاهد زنده هستم علیمه جان من یک جا رفتم یک تا کلین آورد خیلی همون آدم نامش نمیگیرم این چیز کم آورد است اکنون وقتی توی شوید این کلینی دویوم به حد و کنار چیز آورد است کلینی کلون کتی خوشتومن نوگپی و من چی کردم چیکار کردم چی گناه کردم ها تو خونی من به درگاهی من به تو به چیز آمدی و بعد این جنگ و جدل و این جدا شوی از همون سر میشد همون دخترک 4 فرزند کتی به چون و چرا جدا شده رفت پیشگیری کردیم هم که استاده نتونست برای من پیش همین کارهای روهای گرفتن در کار رابطه لباس و فرهنگ به اندازه قوی است که وقتی که یک خارجی وارد محیطی می گردد نخستین علامتی که باعث شناخت او می شود همان لباس اوست گویا انسان و لباسش با یکدیگر صحبت می کنند و هر فرد به زبان لباس خویش خود را معرفی می نماید که من کیستم و از کجایم. من همچون آموزگار کوشش میکنم که در درس‌های تربیوی در درس‌های معرفت اولیداری اویدی تربیت دختران که امروز بسیار تربیت کاسته شده است نقل کنم دختران را برای راست هدایت کنم در آینده آنها مادر میشوند به حیات مستقلانه میبرایند باید که به تعلیم و تربیت هم پدر و مادر هم آموزگار اهمیتیان اون سخن‌هایی که آموزگار در درس‌های خود میگوید باید آنها به خود قبول کنند نصیحت‌های آموزگار پدر و مادر خود را گیرند صرفه‌کار باشند سرشته‌کار باشند چون که امروز وای در دنیا همه چیز قیمت شدگی اویله داری هم بازی نیست که وای با هوس دختر براریم و اونقدر چیزایی که لازمه خریم و بابای پوشانیم و مثالو کار کنیم من همچون مادر همچون بیبی کوشش میکنم که همون توی که ما دو طرفه برپا میکنیم کم خرج باشد بگذار هم بچه ها خرزار نشوند همه چیز قیمت پدر و مادرم کوشش میکنن که البته فرزند خوشبخت باشد خوشبختی رو به پول نمیخریم برای همین هم باید که کم خرج باشد اونقدر خرجای بالا هوا در کار نیست برای فرزندان امپراتور فرانسه ناپلیون بوناپارت گفته است اگر خواهید از فرهنگ و تمدن ملت با خبر باشید به زنان آن بنگرید زنان انعکاسگری فرهنگ و تمدن ملتند در کشور عزیزمان پوشیدن لباس ملی در قیاس با جمهوری‌های همسایه بیشتر رایج است زیرا ما تاجیکان عنعنه‌های ملی خود را داریم و ورزش‌های ملی ارج می‌گذاریم من همچون مادر همچون زن طرفدار آنم که تنظیم به همه جا رعایت کرده شود همه به گفته‌های سرور دولتمان اطاعت کنند همه وقت به همه جا باید که به تنظیم باشند به انتظام باشند من به جوانان مراجعت کرده میگویم که
همه وقت با آداب با اسلوب باشند. همچون نگاه میکنیم جوانای بین دیگرانشان معامله خوب ندارند. برای همین برای پدر و مادران برای همه شما میگم که همه وقت با بچه های خودشان همه وقت نگاه کنند و ترتیب و انتظام باشند. یک چیز میگم که ما برای چی خودمان از خودمان دانسته همه وقت به عائلمون نگاه کرده مصلحت عائله که کار نمی کنیم. باید که به ما یک کس البته مراجعت کند بعد ما همون کار را رعایت میکنیم. همه وقت باید که پدر و مادر با فرزند خودش مصلحت کرده کار را به پیش گیرد. من یک چیز گفته گذاشتم که حاضر مثلا وقتی که ماها یاش بودیم ما هم مکتب خواندیم طلبه بودیم یک کوچه به یک کلان نمیدیم دستش چیزاش گرفته میبردیم که باید من یاردم تیم یا مشروطکه ها میدارم کلانا دارم داشتیم جا میدادیم میشستن. حاضر هم تو نگاه میکنه جوانات در دوران مشروطکه ها نه کلان حرمت میکنن نه عزت میکنن. همین کمک بین دیگر نگاه کنیتون یاد گیریتون. این خیلی وقتی که ما مکتب میخوندیم کوچه نمیگشتیم که معلم های دیدو ما حاضر رفتم مکتب چه خیلی جواب میتیم. حاضر نه هم تو نگاه میکنم کلیدار با بچه ها میگردد نمیگوید که دنج معلمه ایستاده است یا معلم ایستاده است عزت و حرمت کنم. اکنون گفتنی هم که مادرای عزیز برای فرزندای خودتون کمک وقت جدا کنیتون. برای شیشته به اونا صحبت کردن و ترتیب انتظام یاد دادن خودتون در خانه آموزنیتون. البته مکتب هم معلم هم گپ میزند معلم هم میفهماند نباشد با فرزند در پیش من بسیارتر میستد در خانه. برای همین عزت و حرمت تاجیک و من پنجکنتی من با آداب من با اسلوب به همه جا پنجکنتی ها حرمت میکنن که پنجکنتی ها مدنیتی بلند دارن. برای همین همه نگاه کرده کمک شما حرکت کنیتون که همه چیزای نقض با بچه خودتون فهمونده همه چیزا جاری کنیتون. از معروفترین و محبوبترین لباسهای ملی ما تاجیکان چکن، اطلس، زردوزی و گلدوزی را میتوان نام برد. هر کدامشان تاریخ طولانی داشته تا کنون محبوبیت خود را نگاه داشتند. هنوز از زمانهای قدیم متاهای اطلس و ادرس قیمت بلند داشتند و شاهان و ثروتمندان به حامیان و سرلشکران خود با نشان عزت و اکرام پیراهن شاهی زربافتی از همین متاها آماده شده را تقدیم می نمودند. عائله این چیز مقدس است. میخواستم درباره عائله و عائله داری دو سه سخن گفته گذارم. من الحمدلله من 40 سال شد که عائله دار هستم. در عائله من 5 فرزند ما 40 سال برده با شوهرم زندگی میکنیم. هر دوی ما با نوک روشکی معلمی فرزند کلان کردیم. چی گفتنی هستم وقتی که دخترها هم خیلی عائله ها با میافتن بعضی وقت میشد که عائله های دخترها من مثال میگم که حاضر بچه لای اوچه کلال یگون بار نمیگن که بچه لای دادا کلال. مادرها با مراجعه میکنم که دخترای خانونا دخترای هنر آموزانم. از یک مرد بزرگ پرسیدم که صدقه چیست؟ اون کس جواب دادن که صدقه وقتی که مزد مهنتت مزد علمت کتی عائله بنیاد میکنی عائله میخورانی تامین میکنی انا همین صدقه است. صدقه اساسش وقتی که علمت کتی هنرت کتی تو عائلت تامین میکنی این صدقه اساسی میشد. اگر زیادتی کند اگر چی اگر زیادتی کند اگر بعد دیگر ربطه. من دو سه سخن میگم درباره دخترایی که خانه خوشتامون و پدرشون میرن و شوهراشون میگن که من شوهر شدی خودت وظیفه دار که من خورانی پیشانی این خیلی نباید این خیلی باشد. من پرزیدنتم گفتن که هر یک جوان دختر جوان پسر باید که هم خونده معلومات گیرد هم هنر داشته باشه. انا همه چیز اساسی همه چیز اساسی هنر علم. اگر تو علم داشته باشی هنر داشته باشی زن اصلا باید که زن علمدار باشه زن باید خواندگی باشد و هیچ جا کار نکندم که فرزنداش راه درست به تربیت میکنه فرزندش به
وقتی در سیرکنش به بچهش نگاه میکند، بچهش مکتب میره، تربیت درست میگیرد، به ترتیبی نمیکند. و چی گفتنی هستم، دخترها بسیارتر دخترها به مراجعه میکنم که التماس دخترها هم وقتی که خانه شوهراتون رفتیتون خوشتامون و پدرتون همچون پدر و مادرتون دانیتون، همون خانه پدر و مادرتون به اگر باشید خسته حولی میروید کاسه طبق میشید خدمت میکنید و برای چی پدر و مادری شوهراتون به خدمت نمیکردیتون؟ خیلی اینم شما وقتی که 25 میدارید خانه شوهر میرید ممکن شما 80 به ممکن ایلم 100 ساله شوید، نگه 100 بداریدم که موندگی عمرتون خانه پدرست مادرستون میگذارد. اویلی اساسیتون، زندگی اساسیتون خانه پدرست مادرستون میشد، خانه شوهرتون میشد. شوهر نیمی پیر حق دارد گفتین، نیمی پیر. هر کسی که شوهرش عزت میکنه، جنتی زنک اول شوهر، جنتی زنک شوهر، پدرست مادرستش، بعد دیگرو. من همین دو سه سخن درباره همین گفته گذاشتنی بودم. من خیلی جوانا گوش کنن اگه برکه میابن. لباس ملی یک رکن فرهنگ ملت به شمار رفته یادگاری از گذشتگان است که در طول قرنها زیباییش را گم نکرده است و من بعد نیز گم نخواهد کرد. سالهای آخر توجه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به احیای هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب لباسهای ملی بیش گردیده، تجسم موقعیت آن طریق آزمونهای 100 رنگ چکن. هنر به از زر بود، بیا تاجیکانه می پوشیم. لباس ملی من، افتخار من انعکاس گردیده است. احترام به لباس ملی آینه است به پیروان فرهنگ غیر تا لباس گذشتگان خویش را با زیبایی و شهامتش ببینند. امروزها تشویق و ترغیب فرهنگ بیگانه و بیگانه پرستی زنان و دختران به تدریج افزوده است که این از کماندیشی آن شهادت می‌دهد. از این رو ما را ضرور است که فرهنگ و عنعنه‌های اجدادی خویش را پاس داشته نگذاریم که فرهنگ و تمدن هزار ساله ملت کهن بنیاد تاجیک آمیخته دیگر فرهنگ‌ها گردد و یا از بین رود، زیرا بیگانه پرستی خطر به هستی ملت و فرهنگ ملی آن دارد.